امشب میخوام براتون چند تا از آثار اژدها محور سینمایی براتون معرفی کنم که هر کدومشون مخاطبای خاص خودشونو دارن. البته که فیلم‌های قدیمی هم هستن و فانتزی. بریم سراغ معرفی فیلم اول، دراگون هرت. Make you believe. یکی از جذابترین داستان‌های فانتزی حول محور اژدها توی فیلم دراگون هرت رقم خورده که توی سال 1996 میلادی نامزد جایزه اسکار برای بهترین جلوه‌های ویژه شد. توی این فیلم قرون وسطایی به راه افتادن جنگی داخلی سبب میشه که شاهزاده‌ای به اسم اینون با جراحات مرگباری روبرو بشه که عملاً فاصله چندانی با مرگ حتمی نداره. جراحاتی که هیچ درمانی نداره و تنها اژدهایی به نام دراکو میتونه اینون رو بهبود ببخشه، اما با این شرط که در ازای فدا کردن نیمی از قلبش باید این جوان بعدها به حاکمی ظالم تبدیل بشه. این فیلم محصول کشور آمریکاست که توی سال 1996 منتشر شده. امتیازش توی سایت IMDb 6.4 از 10. Found there is no honor. Men like you give people courage and hope. Of work, who formed an extraordinary alliance. I hope you forces of evil threaten the land. In your kingdom mine, and there are worse fates than death. فیلم شماره 2، The Dissolution of Smaug. توی فیلم برهوت اسماگ با اژدهای خبیث، زیرک و بیرحمی به اسم اسماگ روبرو میشه که اربا رو به تسخیر خودش در میاره و چیزی جز بدبختی و فلاکت برای دوارف‌ها به همراه نداره. جالبه بدونید که این موجود به طرز استادانه‌ای تصویربرداری و صدا پیشگی شده که تمام چیزی که یه مخاطب از مفهوم اژدها نیاز داره تا روی پرده سینما ببینه و از بابتش به وجد بیاد رو بهش القا میکنه. تقابل بیلبو بیگینز و اسماگ رو میتوان به عنوان یکی از فراموش نشدنی ترین سکانس های تاریخ سینما توی ژانر فانتزی به شمار آورد. این فیلم محصول کشور نیوزلند و آمریکاست که توی سال 2013 اکران شده. هزینه ساخت این فیلم نزدیک به 217 میلیون دلاره، در حالی که فروش گیشه بیشتر از 958 میلیون دلار بوده و امتیاز این فیلم توی سایت IMDb 7.8 از 10. We've been blind. In our blindness, Remember has returned. فیلم شماره 3، Ring of Fire. Matthew McConaughey, Christian Bale. این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های اژدهایی سینماست که در کمال ناامیدی اونطور که باید دیده بشه نشده. توی این فیلم آخرالزمانی گروهی از کارگران متروی زیرزمینی شهر لندن به صورت اتفاقی با حفاری عمیقی موجب بیدار شدن اژدها میشن که برای قرنها به خوابی طولانی رفته بود. اتفاقی که سبب میشه تنها پس از گذشت 20 سال بشر به مرز سقوط رسیده و تنها تعداد اندکی باقی مونده تا به رویارویی با این موجودات رفته و شانس خودشون رو برای نجات سیاره زمین امتحان کنن. جلوه‌های بصری این فیلم هر بیننده‌ای رو میخکوب میکنه و تأثیر قابل توجهی توی جایگاه اژدها توی سینما و تلویزیون داره، تا حدی که سریالی مثل گیم آف ترونز برای نمایشش از این موجودات الهام گرفته. فیلم محصول کشور آمریکاست که توی سال 2002 منتشر شده و امتیازش توی سایت IMDb 6.2 از 10. Now one will protect them. There's nothing magical about it. They're made of flesh and blood. You take out their heart. لطفاً نظرتون رو راجع به فیلم هایی که امشب براتون معرفی کردم رو برام این زیر بنویسید. مثل همیشه سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین.